سلام دوستان، گفتم باش یک فیلم تازه 19 اپریل 2025 به شما بگیرم. هوام خوب سرد بارشی. گفتم باش اونایی که خاطره دارن از اینجا خاطرات اینا رو زنده کنم. فیلم جدید کاغذ پیچ. هوام خوب بارشی. Hello, are you alright? فکر کنم سیاه خارجی بودن. این داخل روزه دوستا یه دروازه که همون عکس گرفتم مسجد جامعی بوده که عبدالمؤمن ازبک سال 915 هجری قمری ساده پشت از این بروزیه 915 هجری قمری. همونطور چون یک دیگه هم هست که همون دیگر هم عبدالمؤمن ازبک سلسله ساسانیه بوده، پادشاه سلسله ساسانیه بوده، او درست کرده و هدیه کرده. دیگه قبلا میگن داخل از اون دیگه شربت میدادن، حالی رو آوردن پول خیرات اینا جمع میکنن برای خود دولتی که به فکر کنم به زیارت استفاده میشه. یعنی این قسمت که هست قسمت مسجد که در زمان عبدالمؤمن ازبک یک از سلسله شیبانی و پادشاه 915 هجری قمری درست شده. یه میگه که دیگه دروازه اینجا هم که میبینید دوستان مسجد جامعیه که تازه درست کردن، خلاص نشد، زمان دولت سابق شروع شده هنوز خلاص نشد. یه میگه که دیگه دروازه هم 4 دروازه داشته زیارت. یمی و جنده بالا من چی هم مثل که همین جی بوده که سابق سال 9 تحویل می شده. خب باشه ببینم هنوز داخل هست یا نیست. جایش هست خودش نیست، خودش مثل که بوده. هوا خوب ملایم خنک بارشی. 19 اپریل 2025. اینا اشخاص مختلفی هستن. یکی ایمی که هست
داخل چیز وزیر محمد اکبر خان نوشته. این میبخشین یکی دیگه فکر کنم. اینجا نوشته آرامگاه امیر شیر علی خان. این دیگه مناره هم است که از مناره سابق بوده. یعنی اینجا آرامگاه وزیر محمد اکبر خان قاضی. خدا رحمت کنم بزرگواران، احترام داشتم بازم آدم. دوستان اینجا من بیشتر هممون میفهمیم، شاید دیگه مردم میفهمن. منصب حضرت علی رضی الله عنه است که میگن حضرت علی اینجا دفن شده. البته پروف یا سند خصوصی محکمی نیست. فکر کنم در زمان سلطان حسین بایقران کسی خو دیده، شیخی خو دیده، گفته که اینجا مثلا حضرت علی بزیره، همونجا یک زیارت هم موقع درست کردن. حالا با مرور زمان تبدیل شده به عبادتگاه. ولی مدرک مهم یا مدرک صحیح نیست که بگه واقعا حضرت علی کرم الله وجهه به کوفه به عراق دفنه. و سند نیست، یک باورهایی که در هر اقلیت، در هر قومی هست، در هر جا هست. متاسفانه خب نمیشه گفت که حضرت علی کرم الله وجهه از اینجا آورده باشن. امیدوارم که از ویدیو خوش اومده باشه. اگه خوش اومد سابسکرایب بیاد شما نره و اگه خوش شما به دیگران فرستین اونم بلکه سابسکرایب کنن، کامنت، لایک. اگه معلومات شما بیشتر از ما دارین بی چیز بنویسین قسمت توضیحات و خوشحال میشم که اگه تجربه یا معلومات درباره مسئله دارین به قسمت نظرات، انتقادات بنویسین که دیگران از این چیز شما فایده کنن. اینا هم توریست ها خارجی هن.